خدمت تمام همراهان عزیز وبسایت اینتری کامیونیتی. توی این پست با ریسورس ربات تلگرام مدیریت پیشرفته سرور اینتری در خدمتتون هستیم. ما یه سری توضیحات اضافه تر توی کپشن وبسایت بهتون دادیم و توی این پست اومدیم که به صورت ویدیویی نحوه راه اندازی رو بهتون آموزش بدیم. خب در مرحله اول ما ریسورس رو دانلودش میکنیم طبیعتاً و توی گیم مودمون اضافه میکنیم. درچه ریسورس های گیم مود رو اول استخراجش کنیم، قرارش میدیم توی این بخش و سرور انتری مون رو ران میکنیم. خب راه اندازیش کنیم ولی ریسورس هنوز استارت نمیکنیم چون یه سری بخشا رو باید ادیت کنیم. وی اس کدمون رو باز میکنیم و این ریسورس رو قرارش میدیم توی وی اس کد. توی این بخش همونجوری که توی وبسایت هم بهتون گفتیم یه سری چیزا رو باید تکمیل کنیم. برای مثال ما سریال لازم داریم که من از قبل اینا میگم سریال توکن لازم داریم که من از قبل اینا رو آماده کردم. توی این بخش قرارش میدیم. دیگه ساخت ربات تلگرام مثلا بادفادر دیگه همه میدونن، نیاز به توضیح اضافه نیست. و آیدی عددی ادمین اینجا قرار میدیم. یه اسم واسه دیتابیس لازم داریم که من از قبل روی سیستمم ومپ رو نصب کردم و استارتش کردم و آپاچی و مایسکیل رو روی سیستمم راه اندازی کردم. خب سیوش میکنیم دیگه، اینجا بهش کاری نداریم و نیاز به ست وب داریم. توی توضیحات وبسایت ما اومدیم بهتون نحوه ست وب آموزش دادیم. اینجا هم بهتون میگم این لینک رو از توی سایت کپی میکنین و جلوی یو آر ال لینک ورکرتون میذارین و اینجا هم که با تو آکولاد گذاشته مای بات توکن، اینجا هم آکولاد هم متن وسطش با هم انتخاب میکنید و به جاش توکن رباتتون رو قرار میدین. همین دیگه. باید فیلتر شکنتون از هم روشن باشه و بعد اینتر رو بزنید. بسته به نتتون یکم لود شدنش طول میکشه. خب وقتی که این پیغام بهتون نمایش داد یعنی وبهوک رباتتون ست شده و میتونین ریسورستون استارت کنید و عبارت استارت هم توش تایپ کنید و میبینید که میگه سلام فاندر گرامی، به ربات مدیریت سرور خود خوش اومدید، لطفا یکی از گزینه‌های زیر رو انتخاب کنید. برای مثال ما رفرش کنسول داریم که اول این ریسورس رو پاک میکنیم و الان رفرش کنیم میبینیم که ریسورس ای پی آی که پاک شده شناسایی میکنه. کنترل زد میزنیم دوباره برش میگردونیم و دوباره من اینجا قرار بدم تا کامل متوجه بشید. دوباره رفرش رو میزنیم و میبینیم که ای پی آی شناسایی میکنه. خب دکمه بعدی ربات بند کردن بازیکنن و از بند کردنش که حتما باید سریالی که بهش میدین 32 کالکتر باشه همونجوری که توی ویکی ام تی توضیح داده شده و ترکیبی از حروف و اعداد. استارت استاپ ریسورس هم داریم که برای مثال API استارت میکنیم و الان یه اسم الکی بهش بدیم و میبینیم میگه پیدا نشد. استاپ ریسورس هم انجام میدیم و ریستارت هم داریم. ریستارت هم چون از قبل ریسورس استاپ کرده بودیم دیگه انجام نمیدیم، اول باید استارتش کنیم و بعد ریستارتش کنیم. همه این عملیات هم توی کنسول سرور در حال انجام میتونید مشاهده کنید. و مرحله بعدی دکمه بعدی دریافت بکاپ دیتابیسه که بزنیمش یه بکاپ از دیتابیسمون میگیره و ارسال میکنه. تاریخ هم توی کپشن قرار میده که اگه یه وقت مشکلی پیش اومد برای دیتابیستون بدونید که این بکاپی که ازش گرفتیم مال چه تاریخیه و چه داده‌هایی رو از دست داده و چه داده‌هایی رو داره. دکمه بعدی هم خاموش کردن سرور که یه سوال ازتون میپرسه خیر رو بزنید عملیات کنسل شد و بعد هم بزنید سرور کلا خاموش میشه. سرور خاموش بشه ربات هم خاموش میشه طبیعتاً و این باید موارد اضطراری استفاده کنید. و در مورد ریستارت ریسورس هم بهتون بگم که بعضی از سیستم‌های گیم مودتون مثلا ممکنه نیاز به ریستارت داشته باشه، یه باگی براش پیش اومده با ریستارت درست میشه. میتونید بدونی که به سرور مجازی متصل بشین این ریستارت انجام بدید و اون مشکلتون رو برطرف کنید. بن و حذف بن پلیر میتونید از همین طریق به صورت راحت انجام بدید و همین دیگه. الان هم سرور خاموش میکنیم، بعد رو میزنیم و سرور رو خاموش میکنیم. خب این بود از این ربات. ربات الان در ورژن 1.0.0 و توی ورژن‌های آینده امکانات بیشتری بهش اضافه میشه. مثلا پلیر آنلاین سرور رو دریافت میکنه، به صورت دکمه شیشه نشون میده و اگه روی اسم مثلا بازیکن که توی این لاین باتن هست کلیک کنید میتونید مدیریتش کنین، بهش پول بدین، بهش رنک بدین، ادمینش کنید و غیره که اینا رو در آینده با هم دیگه تکمیلش میکنیم، البته به شرط حمایت شما. این ریسورس هم قرار دادیم چون که از ربات تلگرام حمایت بیشتری میشد. برای مثال لاگ تلگرام 356 بار دانلود شده بود. این ریسورس الان در وبسایت قرار داره
آموزشش هم الان که داره ضبط میشه بعد از تدوین اینجا قرار میگیره، تو یوتیوب میتونین تماشا کنین و تنها که دارین تماشا میکنین یعنی تموم شده. خب همین بود، موفق و پیروز باشید.